القصة. نی همشین وجه وجه القصة وشي أمير أرسلان پیر زاهد وشي به دست وقت وجه تاجی به سرا داد و بس به دست وقت به سر امیر ارسلان یرکو امیر ارسلان لباس پادشاهی گرا کتا امیر وزیران و امیران در برابر تعظیم کو احترام کو پادشاه امیر ارسلان دست پیر زاهد چوکت چگارا در ناد مرکبا پادشاه و من آب که سرگن پادشاه وش لگام گفت زینا تلایم وجه کشتن تیر سوار مرکب بیت چتر پادشاهی به سرا گفت وجه امیران به اتفاق وزیران و امیران روانه بیتن کم که راه که رفتن شهر چه دیگرا نمودار بیت آل شهر چه وضع شریف مزن و کسان تمام به استقبال آتکن امیر ارسلان و تمام احترام و اکرام تمام داخل شهر بیت امیر ارسلان نامدار به دهنه بارگاه چه مرکبا چه یرکب داخل بارگاه بیت رفت بر تخت سلطنت آرام گرفت وزیر و امیران هر یک جا به جای وقت نشتن بارگاه آرایش کنک بیت نکاره خانه شادی به نوازش درد کو خطبه به نام آی وانت و سکه هم به نام آی جد ساکیان می به گردش درارد و امیر ارسلان تماما خلعت داد و مهربانی کد در سرمان بارگاه نشت شب که به سر دست درد وشتی چراغان بارگاه روشن کنی وزیر عرض کو قربان به من تازه چه راه تو رستگه خسته هسته پادا با قدمان در امارت حرما یر بکنه راحت آسوده ببه باند صبح با بارگاه تشریف بیار امیر ارسلان گوشت وزیر رسم ای هستی که هر که تازه پادشاه ببی تا 3 روز چه بارگاه به جای دیگه نروتی من باید در 3 شب و 3 روز چه بارگاه در نمایم تا مملکت آرام ببی سر رشته سلطنت پمن دستا بیایتی بهر ما نرو هرچی وزیر اصرار کد امیر ارسلان با خوشی ممانعت کد چراغان بارگاه روشن کتند سپره پچ کد امیر ارسلان شام وارد و کاوی نوشت و وجه همه پیما گوشی پس چای وزیر و امیران مرخص کو وشتی بستر حریرین بالای تخت پچ کد و به استراحت وقت در وقت که صبح به سر دست داد چه وابا پا داد و وزیر و امیران کن جا به جای وقت آرام گفتن امیر ارسلان به عدل و داد مشغول بید شهنچو همه پیما با وزیر و امیرانی مهربانی کد چه ته دل جان پیماوتی دوست داشت مهر من دل تمام مردم جا گفتگه با اطاعت و ارادت و رضای خاطر آیی باشه آیی باسه خدمت کد القصه امیر ارسلان مدت 3 شب و روز چه بارگاه در نرفت روز 3 کلید خزانه چه وزیر گفت خازنی لوٹان طلبت و چه جاگه پادت وزیر عرض کو قربان به ما کجا تشریف برگه امیر ارسلان گو لوٹون به خزانه برون آیه سرکشی بکنم وزیر عرض کو بنده هم کام گوشتی آیک شما لازم نه مقصود سرکشی هسته شما در بارگاه بننده من همه ساعتا برگردون کن هرچی وزیر اصرار کو امیر ارسلان قبول نکو وزیر ناچار به جای وقت نشت امیر ارسلان به اتفاق خازن به در خزانه رفت دری پچکو داخل بید خازن لوٹه داخل ببی
امیر ارسلان هی با یا جتو گوشتی که نه تا و جاگه آرام بگیر تا مده رنا بوشت جاگه آرام بگیر و جا خازنا باز اصرار کد امیر ارسلان مانع بید در خزانی بر روی وقت بست نظری کو دیدی چه دیدی واجام عالمی خواهم از این عالم به در تا به کام دل کنم سیری دگر دن چمی کار کو زر و جواهر و گوهر هستن که هر یک بر روی هم تمام رتکگن و دا چه شجایا چه یعنی شعایا یعنی گروک ورگا جواهران از بس که گروک و که چم مردم حیران به این اندازه برگ جد گروک و چمکتن چمان دیما چو هیرچ تو گروک و جواهران چو گروک و برگ جد گروک و شو گروک و جواهرانی که چم مردم حیران به دیدی هر گوشه تل تل یعنی بار بار دگ دگ بار بار جواهر هفت رنگ بر روی هم رتکگن آچه اسباب سلطنت چه تاج و کمر و زمهای طلاهی نقره‌ای و اسلحه جواهر نشان و تختان طلاهی و صندلیان طلاهی میزان طلاهی درو یعنی هر پهمی چیز تو بگشتین خزانه تو که هسته و وجه شدام و شاید وجه همه چیان که پوشن تینا مرواریدین گرانبهایین و که تا به حال امیر ارسلان به چما ندیده بلکه هیچ کس با واوا ندیده بیترده که دولت 10 سر پادشاهان عظیم دولت گنج خزانه همچین هسته که 10 پادشاه همچین عظیم و شانه که گنج دولت آنی پر ببی یعنی همچین عظیم نه که گریب ملک همچین سیره ملکانی 10 همه آلاترین تو مسترین سیره ملک دنیای گنج آنچه یعنی گیش سبکنشی یک خزانه تو که هسته وڑ یعنی پر نمونه هر پیمن تو بوشت سلاح اسپر زه طلا جواهر در گوهر هر پیمن تو بگشتنش تو که هسته تاج درو چیز هسته درو به هم رد کردن بر روی هم رد کردن شد 10 دولت 10 سر پادشاهان عظیم و شان پادشاهان چه مزنه عالی قدره عظیم و شانه دیدی که بر روی هم رد کردن دل گوشی امیر ارسلان که هر پیمه چی دیده که پادشاهی به گوهران مرواریده همش رفت چینچو رنده لوٹتی چند دانه مروارید گوهر چست بکن لیکن نصیحت پیرمردی به خاطر آد خودداری کتی تماشایی کو تماشا کنان رفت ما وستا صدر خزانه رفت دیدی کرسی مرسین طلاهین دیدی در برزا اما کرسی یا جعبه یا پیٹی گونده هم طلاهین ایره و کلید این کسانه به در آیگا جتا در جعبه پچکو چمی به خنجر زمرد نگاره کرد که چه شعایا یعنی خنجر خزانه کلا منور بود همچین خنجر زمرد نگاریه که آی برک جنگا کل خزانه گروک ورگا لگه نورانی بود و خنجر خزانه یک پچکو چم خیره و حیران بود دید الحق تمام ثروت یک خزانه یک طرف یک خنجر یک طرف لیکن باز خوشحال بود خنجری زرد چه گلاپا کشت تیگی خنجر تماشایی کد خنجری زرد پیش بودی کمر جد چه خزانه دنا آد همه که دری پچکو دنا آد چم خازنه که پشت کمر امیر ارسلانه با خنجر زمرد نگار کپ چما آیه برگشتم چونکه درو تلسمتم چما آیه ترتم
و رنگ آیی دیگه پیمی بید. پیش رفت ارزی که قربان به اوما در خزانه چیزان دیگه لایق توفه بیشمار هسته. چون بید که هیچ کدام میل تو نکد. ای خنجر زرد که شما را راهنمایی کتگد که ای خنجر را بزیره. چه زانی که ای خنجر ما کجاید؟ امیر ارسلان گوشت ترا چه به ای کاران تمامی اموال مال وطن هستی. هرچی دلم بلوٹی زیرم. خازن عرض کد ای خنجر با کار شما نیتیم. بده من برام به جای وطی کلم. صد خنجر جواهر بهتر چشی ما خزانه هستی. هر یک چه آهان تو بلوٹه وطی کمرا بجا. امیر ارسلان خنجر وشی چه کمرا کشید غافل جتی بلوه سینه خازن چه پشت سرا زبانی کشه به زمین نکرد. امیر ارسلان بارگاه رفت. وزیر و امیران چه جاگه پادت کن تعظیم کو. چم وزیر با پشت کمر امیر ارسلان با خنجر زمرد نگارا کرد. پیش رفت بر رنگ افروخته چم ماییان ترتن چپ بیتن. شی قربان بگوما پرچه ای خنجر زورته که کار شما ای خنجر نوارتین. ایشی سرا بازم پتنه هم پاد کن چه ای خنجر در ناکن. ای خنجر شرینی نه ایشی بعد مردم ترینی. خنجر شترین یمینی هستین. شترین خنجر جواهر هستین. بلورتین خنجران دیگری چه خزانه بزیره. هنو خنجر بده ببرم سر جاگی وطی بلم. و خنجران بهتر چه ای که لیاقت تی سرین هستنه و شمای واسه هم بیارم. امیر ارسلان گوشت وزیر الحق راست باشه. اشتباه هم که تا ای خنجران زورته پیش بیا. ای خنجر با تو بدون که ببر سر جای وطی بل. وزیر خوشحال بید. پیش رفت که امیر ارسلان دست بر قبضه خنجر برد. هنچو به طبل لاپا شکما که جتی سر تا سر لاپی و شکمگوشی حرامزاده درد به جهنم واصلی کد. امیر ارسلان چوشنگ ای پیما که بر آبروانوشی آورتی سه گره به ترک پیشانی دور داد. گوشتی ببره ناشای حرامزاده به نوکرانی گوه. یعنی خنجر ایجاد بشو بر لاپا سر تا سری در حرامزاده به جهنم واصلی کد. امیر ارسلان چوشنگ با آبروان این نوکران چه کار بون؟ کار پادشاه هستین. هرچی من زیرون بزیرون مزیرون. نوکری گوشتن باباش که بری دانه دورده ناشای حرامزاده ببره دانه دورده. به نوکران چه ربطی هستین که در مال آقایان دخل و چه بکنن؟ در کار پادشاه امر ورنه بکنن. پشت امیرانیوشی لرزد. ناش وزیران چه بارگاه برده وشی دوره دا. امیر ارسلان ما بارگاه نشت نه اسورا نشت پادا ما بارگاه به طرف امارت حرم روان بید. خواجه باشی و دیگه خواجه سرایان دیما اتکان تعظیم کد. امیر ارسلان داخل امارت حرم بید. وجا امارت حرم بید و با خواجه باشی جست کو خوابگاه سلطان قدیم کجا هستیم؟ این پسرگین پادشاه که بید تا خوابگاه ما کجاییم؟ جست کو خوابگاه. وجا خواجه باشی با امارت خوابگاهی نشانی داد. امیر ارسلان با امارت درد کسر بهشت ماننده دیدی که پرشان ملوکانه در پچ کتنگا و چه هر حدیث و هر پیماوشی آراسته بیتگن. و خواجه باشی گوشتی برو جنینا حرم بیار. خواجه باشی رفت. بعد چه ساعت 200 تن چه کمر
طلعتان و ماسورتان قوتی آوردن. جنینا سب کشت و امیر ارسلان تمام نوازش کدن و چه خواجه باشی جست کو آیا دختر سلطان قدیم در کجاییم؟ خواجه باشی عرض کو در کسرا وطی گایم. امیر ارسلان گوشت برو آیا بیار. خواجه باشی دنا رفت. بعد چند دقیقه ات چه پشت سرا خواجه باشی چم امیر ارسلان با 14 ساله جنکیا که در آسمانا سایگی به زمین دور داده. ماتا آ دور وقتا آ دور زمانگا وشی چوشین دوتا برسه وجودا نیارتگا و شور صد سلسله دل ترهش از تراری نور صد مشعله جان گرهش از گرابی وجه چم کار نکنم ولی همچون موانه گرابی. گفتم از مادر این ترک روم پرسم باز که اگر ماه نئی مه بچه چون میزایی. امیر ارسلان مه و جمال وشی جنک بود. دختران در برابر امیر ارسلان تعظیم کد. امیر ارسلان دست جنک گب که را وطیگا نندین جنینانی مرخص کد. تمام رفتم. کنیزا هم گوشت و بزم آرایش کد. امیر ارسلان چند گوشی بوسه آبدار چه لبای گبت و دختر پادت به عیش نوش مشغول بیده. در حال بوسه بازی و چند دختر در پیش کمر امیر ارسلان چند و امیر ارسلان چند بوسه آبدار چه لبای گبت و واجهم ببخشه که سه توکا میں وڑا لکھتا مجبور ما هم بون نه معنی کنو کتاب منی دیمه کلمه با کلمه ما کتاب چارگو ترجمه کنان و روانو کتاب پیسر ما وانتا نه واجه همه پیما بوشی جنین امیر ارسلان مرخص کدن و تمام کنیزان رفتن. کنیزان گوشت بزم بوش آها رفتن. کنیزانی هم گوشت بزم آرش داد و امیر ارسلان هم بزم آرش داد می آرگ این شراب نوشک و ساز و سرنای هر یکی بجاوت وجه شروع بیتن. یعنی ساز سرنای جا گانای جا تو همه پیما جنکی آرد بود کرا ننده رخصار وشی باش نوش مشغول بیتن تو در حال بوسه بازی و چم جنکه در پشت کمر امیر ارسلان با خنجر زمرد نگار کرد. بیت هاشه وشی بیت هاشه دستی چه دست امیر ارسلان کشت دندگب لگه روگا پشتا لگه روگا. امیر ارسلان جوز کن نازنین ترا چی بود که ناگان چو گولان وحشی پیما رومه کد. دکتر چم می دیتن ترتن چپکا بیتن چه تلس من درو دکتر چم می دیتن وجه ترتن چپکا بیتن و گوشتی قربان بمان ای خنجر پرچی آبود پشت کمرا جتا چه خزانه دانا آرتگه همه خنجر باعث هلاک منی پته بیتا. ای خنجر چوتا دور بکن من نتونو ای خنجر بگندم. امیر ارسلان گوشت نازنین ای خنجر در پشت کمر من جتا با حوال تو ضرری که نیستیم ترا گوی خنجر چکار هستیم بیا می نوشیم. جنکا گوشت جوان تا ای خنجر پشت کمر تایگی عیش بر ما حرام هستیم. ای خنجر بده به من بدونی به خزانه ببرندی بنند گومن با فراغ بال عیش کن. امیر ارسلان از بس که وشی جنکا خوشیت کگا لوٹتی که خنجر با آیا بدنته یا برگا حبران پیر زایده به خاطرات کندی. به هزار افسوس و دل ناراحتین در یک خنجری وشی چه گلاپا کشت به میان هر دو پستان جنکی جد که چه پشت موره چه پشت سر وشی زبانی کدرت که آدم در یارد. یه صدای رعد و برق وجه چست بید.
آواز رعد و برق و گراند گرین به آسمان آواز سکن انچو صدا رعد برق وجب چسبید. امیر ارسلان پشت سرا نگاه کد، دری دیدی، دری پچکو دنا را نظری کد وجه صحرای بیابان دیدی، وسیع مزنه دیدی، نه شهر نه کسر، هیچ ندید. چه درست رسم تا و نه امارتی در چمی کار کد بیابانت. قدم من بیابان ایر کو نزدیک 200 قدمی که رفت دریاچی دیدی، دریای دیدی پر شور و شر که آب دریا بر روی هم موج جنگه، در حال موج جنگه. از جنبش این دریا هر موج که برخیزد، بر کشتی جان آید، بر ساحل دل ریزد. وجه همه پیما دیتی درخت مزنین دیتی، مکرا دریای دیتی آهسته به زیر درخت رفت. نظری کو به مرغی سیاهی دیتی که به تنه همار، یعنی جند پیل اندازه پیل بوی مرغ پیل مزنه اوشی بسر بزیر، یعنی مرغا وتی سر بانزل چیره کتگا، بال چیره کتگا. مرغ سر زیر بال خود کشیده، زیر بالی کتگا در واب است و خال اسپیتین در سینه آیی هست. امیر ارسلان تیر به چله کمان ایر کو خال اسپیتین مرغ نشانه گرد. همه تیما چکگا همه وقتی من کشگا همه تیر کمانه زیا توار کو نه، زیا توار کن کشه ای نه، زیاوش توار کو اشیاوت من میزان کشه پدان توار کو. کتاب واجه همه وڑا لگتا ماو دنه بیت تمو بر کتاب انچو کشگه شون پکنی ما امیر ارسلان امراونا کسه وانگو و او کجا رسته بتون ما شموشین بری کجا وانگن اوشی. جند پیل مزنه سر به چهره بانزوله و تکشتگه در وابه، خال اسپیتین در سینه هستی. امیر ارسلان تیره بشه به چله کمان ایر کو خال سینه مرگی نشانه گرد. شستی وقتی لوٹه بکشی به صدای هما آواز هما زهه کمانه گا مرگ چه وابا پادد جستنی گوش پادد. سپیر کشتی به هوای چینی، چیخ کشتی به هوای چست بی. امیر ارسلان حیران بود. سپیر به هوای وقت چست بود آه چه دلا امیر ارسلان اوشی درد مرغ به هوای که بالیکو پرد در مراجعت گریبان امیر ارسلان گفت. مرغ جند پرد شوید گریبان امیر ارسلان گفتن با گواتا چستی کو به هوای گریبان امیر ارسلان گفت به هوای چستی کو. امیر ارسلان هرچی لنگر کو که وطارا وطی مننا چه مرغا آزاد بکن یعنی نتونتی هرچی زوری جا نه فایده نکتی. مرغا امیر ارسلان هم بلند کو بر روی یک کبه دریای تو گوش یک کبه هسته بر دو دست چه گریبان آیه گوشی برداشت. امیر ارسلان گوشت. امیر ارسلان گریبان گفت چستی کو وجه زورتی گوشی بورتی هما کبه سرا شو یا الله کو و هرچی ملک وارت وجه ملک وارتی یا الله کتی ملک وارتی بیهوش بید. وقتی به هوشات دیدی روچ دو نیزه چه زمین برزه، یعنی دو نیزه برزد که و تارا من گیابانی توکا دیتی جنگل یا اثری چه دریا ظاهر نیاد. حیران بید چه جاگه پادد به یک طرفی بیابان که نظر توکا سنجد شرط به راه کن. نزدیک اثر با پشت دیوار باگی رسید. چه خستگی از بس که دمی برتگه دیگه حالی نیست. پشت دیوار نشت به اندکی
گندک آسوده بیبی دیتی در باغ آسوده کموکه که آسوده بیبی دیتی در باغ پچ بیت فرهاد غلام مامونیر چه باغا در ناد کن گوشت امیر ارسلان پادا بیا تر ملکه لوٹی چم امیر ارسلان که فرهاد کپتان خوشحال بید اسی فرهاد ملکه در ادا چه کنگه فرهاد گوشت یہ باغ هم مال ملکه هستیم چون به تو نزدیک تر بیتا بیدا اتکنی ما اتکنه تی دیما هنو پادا که ملکه تی منتظری امیر ارسلان چه جاگه پادا به فرهاد داخل باغ بیتا تا به امارت رسیده امیر ارسلان قدم به پله به سریان ایر کت برزار اب داخل تالار بید چم بر آفتاب جمال مامونیری کبت که در بالای تخت نشته تا چم نازنین به امیر ارسلان کبت چه جاگه پرد وجه سیتد به پیشواز او چی بشم من بلوچی هنچین گفت کلمات او پیشواز چی بی باشین گفت پیانه بلوچی تو که هنچین کلمه هم بری من ذهنه هم باور کنی نیوان با خوش آمدگویی واجه با خوش آمدگویی واجه امیر ارسلان پیشواز دیمات او کجا ما رستگتیم او کجای ما شموشیم بری او با امارت بی که چم با ابتاب جوال مامونی رکه که بالای تخت نشته تا که چم نازنین با امیر ارسلان کپ چه جاگه ایر کپ پرد به پیشوازا با خوش آمدگویی و شدکنگا دیم روی کو دیمات کجا تعظیم کو دست امیر ارسلان گفت و برتی تخت سرا برتی کر دست وتی نندند مهربانی بازین کتی وشتی شراب آورد و چند جام شراب نوشت و بعد چای امیر ارسلان گفت ملکه شما چطور اداد که من درا شما گوشت که ما آب باگا آقدر مانو که تو بیای چون بیت که با ادا تشریف آورد مامونی را گوشت که من زانت ادا چطور شما تشریف آورد کجا رسته ما چند جامیشی نوشت ملکه شما گوشت که ما آب باگا مانیم که این اندازه که تو بیای مامونی ما زانته تو در ای بیابان سرگردان بی اتکان در ای باغا که تو به تو نزدیکتر به من برسه معطل مبی هنی سرگذشت چوتی بگوش بگندم چطور در ای باغا اتکه در ای بیابان اتکه امیر ارسلان ملکه راستی من چه شدی کیا حال خبر کنگو نی بفرمای شام بیارم غذای برون تا من شهر حال آوتیگا بوشم مامونی را گوشت سپره پچ کت امیر ارسلان شام وارد و دست ششت و وقتی که دستی ششتن چند مامونی را و پشت کمر امیر ارسلان کبت که خنجر زمرد نگارا کبت چند مایه برگشت و یعنی چپ چوٹ بیتن رنگ آیاوتی باخت دیگه رنگ تره امیر ارسلان گوشت ملکه شما را چه من بگین مامونی رو گوشت جوان این خنجر چه کجا چه آورده پرچه وقتی کمر جاته بده آیه تماشا کنو امیر ارسلان مدل گوشت نامر مامونی این خنجر چطور چه کجا دیدی پرچه چه گندگا این خنجر حال آیه دیگه پیما بگین این باید سر بی پیرمرد زاهده منم گوشته که دیپت چطور سوال بکن یا بجم بکش باید جنکا بکشم یعنی که ساعت به ساعت اصرار مامونیر در گرگا خنجر گشتر بگیم گوشتی پناه با خدا هرچی بادا باد خنجری وشت گلا پا کشد جتی وجه پا وستا سینه مامونیره
با لوح سینه جد چه پشتا در کو ناگهان صدای رعد و برق و وجا هورانی چطور رعد برق جنن گراند گروپ وجا گروپ و سایکه بیرانی آواز و هورانی هنچو آواز تو تورده همه پیما واجا رعد و برق وجا چست بیت انگار قیامت بیده زمین به لرزه درد امیر ارسلان چو هوشا رفت وقتی به هوشا دیتی روچ بیده روچ اثری چه باگ و امارت نیستیم و تا را در قلعه دیدی که دور تا دور قلعه حجره بازین حجره هستند در وسط قلعه گنبدی چه طلای ناب هند بیده ناب یعنی طلای درجه یک وجه چه طلای ناب هند بیده و که هنچو گروه کورنه یعنی چما مردم یعنی چه کنتیم چمان سر اثر پیدا شیشه دوست تو گروه کو چما لگی چمان سر هنچو چه پیدا گی شوا ورگن گروه کو چمان سر فشار پیدا گی وجه همه پیما دیتی اثری چه باغا نی امارت هم نی قلعه دیتی دور تا دور که حجره و کوٹی اند وسط قلعه گنبدی طلای ناب چه یعنی گروه کورگی برگ جنگی و قلعه دیتی که و دری و گنبدی آی طلا گوشی وجه گنبد همه طلا گنبده من گروه کورگی و دری دیتی چه طلایا دری دیتی طلاییه برای همه گنبد کوٹیا گنبد که برزا طلاییه همه گنبد کوٹیا وصل طلاین در وقتی دری پچکو داخل بیت دیتی هیچ چیز در گنبدا نیستی بجز یک گاو صندوقی یک پیٹی مزنین در وسط گنبد ایره دیما رفت هرچی لوٹتی در صندوق پچ بکن ممکن نبید گوتی این صندوق چه گنبدا داننا ببرون شاید بتونم پچ بکنم کماندی کو اوشی کماند و چه کمرا پچ کنن سواده بستگی تی کمرا که هر جبرو دردی با جای گیر بکن برزا روگا یرکپا دیوال چیزی پرتگاه چیزی جای چی بیتی نه بتونه خنجری چیزی سرا چیه گون انتی که سری بندی دوری دن گیر کن سر کپی چون جا گن چی نه دروشه و تی وسائل گون ان سب کن خنجر بگر بدا درو امکانات کاملا سرین بستگم وجه کماندی وشی پچ کو چه سرینا پچ کو تو و با صندوق بستی با کوپا کشتی لورتی که صندوق دنا بیاری دنا در گنبد بیاری در گنبد ناپدید بود گار بیت یعنی همین رسان دست با دیوار گنبد مشت دور تا دور گنبد ترد دستی جا سای رندا همه کاری کو دیتی ای گنبد اصلا دری پرنه دستی مشت چرکی نه اصلا در پرنه اشکن دیوالی درو دیواری وجه اصلا دری پرنه سای رندا لورتی چستی کو وقتی که مثلا پیٹی یر کو در ظاهر بو پیٹی لورته بس لورتی بکشی در گار بو سای رندا همه کاری کو در وقتی مثلا صندوقی یر کو پیٹی یر کو در ظاهر بو وقتی لورتی پیٹی چسب بکن در ناپدید بو گار بو سای رندا همه کاری کو همه پیما دیتی یه گنبده که اصلا در پرنه صندوقی گوشی برد وسط گنبده با زمین اکیر کو در گنبد پچ بو پدا صندوقی وجه چست کو با خط مستقیم رفت دستی با موضوع که در بیتگا ایری کو دیتی دیواری هستی هرچه گشت دری پیدا نکو ظاهر نبو پدا در صندوقی با زمین ایر کو در گنبد ظاهر بی نمایان بید امیر ارسلان تعجب کو حیران بی باشت پروردگار ای دیگه چه سری هستین که مشاهده کنم در اصور هرچی
معطل بید کوشی کو که شاید در صندوقا پچ بکن یا آیا گنبدا چه دنا بیاری نتونتی ناچار صندوق محمودا یرکو وط دنات برابر همی گنبدگا نشت. فکرمند و حیران سری بزانوان یرکو در خیال بید که ماجرا منی چون بیته که ناگهان در بالای هما گنبد چمی په هما عقابا سیاهین کپ که بالای درچک بیتگا دیتی سری پوچی بال چیرا کتگو در وابه تیری هنچ من ترکشا تیرکمانا ایریکو وجا من دلا وشی چه نجات دهگا با چله کمانا برد چه دلا چه ته دل به درگاه خدا نالتی پریاد کو عرضی کد ای پروردگار در بارگاه جلالت ای عذر پذیر دریاب مرا که میرسم زار و حکیر از تو همه بخشش است و از من تقصیر من هیچ و نیم هم توی دستم گیر وشی الهی پت و نصرت چطور من لوٹوں منا مدد کن وشی سینه عقابی نشان کد خدای یاد کد کمانی گوش تا گوش کشت شستی کد تیرم ورش کنم به سینه عقاب رپ لگه چو وشی بوسید پیکان سر انگشت او گذر کرد از مهره پشت او تیر همچون ورش کنان رفت به سینه آیه لگت که پشت سر آیه مهره وجه درد تیر چه پشت عقاب شو دناد عقاب نزدیک که گوشی قریب 10 زه پرید اندازه 10 متر چه اندازه پرد شو په هوایا پرد تیری که لگه پرد شو په هوا آه چه نهاد امیراتان درد خیالی که یه دفعه هم تیر آیه خطایی کرده که لاشه عقاب برابر دیما امیر ارسلان به زمین نکرد جان به مالکان دوزخ سپرد بی امیر ارسلان شکر خدا بجا آورد دیتی دست کلید به اندازه 100 کلید طلا به گردن همه عقاب بستگم کلیدان چه گردن عقاب پچ کتن که چه برابر دیما پیر مرد زاهد نمایان بید لبخند جنانا پیشات ورسی پرزند مبارک بگی بر تو به هم جنک دستگاه تلسم کلاه سنگ باران امیر ارسلان دست پیر زاهد چکت و گورچی پدر دیگه هم کاری هستین که بکنم یا نه پیر زاهد با دیگه کاری نیستین هنو تمام گنجام و ثروت یک کلاه به تو تعلق هستین امیر ارسلان گوشت من زهم زمرد نگار ما کجاییم پیرا گوشت در همه گنبد هستیم امیر ارسلان داخل گنبد بید هما صندوق دید کلیدی دور دا صندوقی پچ کو چمی به زهم زمرد نگار کب خدای شکری کت زهمی هم در کت چکت به سرین بست دست کلید هم به دست پیرمرد سپردی کت و گوشتی پدر فعلا منا ای پت فعلا منا گویی گنجا مالا ای کلای کاری نیستیم ای تمام اموال امانت در نزد تو ببی هر وقت دیمودا بده بیارنده پیرمرد هم ودا کو چه کلای پیرمردی ودا خداحافظی کو چه کلای رفت دنا چند قدمی که رفت نظری کو فرهاد غلامی دید که چه خامه ریکهگا سرازیرن تو پیداگین به طرف کلا مایگین قدمی ترانتر کو فرهاد رسه فرهاد غلام همه که چمی به امیر ارسلان کپ و تارا با پادا آنی دور داد گوشتی خدایا 100,000 مرتبه شکر که یک رنده دیگه چمو با ابتا جمال تیگا کپتم امیر ارسلان گوشت فرهاد تا کجا بیته ملکه کجاییم فرهاد اگو ملکه در باغا انتظار قدم شما هستی امیر ارسلان من دلا گوشت من که ماه در آب باغا دوشی و خنجر کشت پس فرهاد چه گوشی در همی فکر بیته که فرهاد
گوشت قربان به من زیدتر و تر با باغ برسیم مبادا چه کسان سهیل وزیر کسی شما را همراه منی بگندی حادثه پادمه چسم بید واجه امیر ارسلان ها شتابان بر راه رفتن نزدیک گروه روچه روک واجه باغ نمایان بید ظاهر بید رفتن وارد باغ بیتن مامونی را و تا به قدم امیر ارسلان دور دا امیر ارسلان همه که چمی با مامونی را کت شکر خدای بجارد دست ملکه گفت وارد قصر بیتن رفت روی تخت در کنار یک کادگه نشتن امیر ارسلان تمام کیفیت وتی تام راه چه اول تا آخر بیان کرد مامونی را شکر خدا بجارد گوشتی الحق کاری که تو کتا کار رستم دستان سام نریمان هم نه در تمام خاک پریزاد چه جن و عفریت و بنی جان و گول و لاکیس هیچ کس نیسته که بتونته نام چه کل سنگ باران بیاری امیر ارسلان گوشت ملکه دلو سگ چه بابت تو تشویش بیده که مبادا خدای نخواسته ترا بکشم کشته ببا مامونی را گوشت الحمدلله اشتباه نکته که پریب حرام زادگه تو باره البته یکی چه ساهران ارکان تلسم بیتگن امیر ارسلان گوشت من زانو که تو هیچ بر به تلسم نیای اگر هم بیای چه گندگ خنجر حالتی دگرگون نبی وجه هلکه سرشی وجه گوش کنی حلاس بی وجه چار نیم بید سلامت باتی الله میاره واجه شما علامتی جنون مداد همچو واجه منو گفت بذاری مداد شتر مردان علامتی بجان شو خودکار نبی درست این کتاب این چو علامت جنه پدا پاک کنگ نما دیر نما سلامت باتی الله میاره